خیلی نکاتی که بهتون گفتم مهمه و با اجرای کردنش بهتون قول میدم تو کمتر از 1 سال میتونید یه بیزینس بسازید. و نکته جالبش اینه این مسیری که من الان بهتون گفتم توی میتینگ خودم اجرایش میکنم جلوی چشم شما، به زودی این کار رو انجام میدم. یه چالش میذارم، میگم آقا یه محصول انتخاب کنید، شما محصول رو شما انتخاب کنید، من تو کمتر از 2 ماه 3 ماه روی این محصول با سرمایه خیلی کم میام همین مسیری که به شما گفتم رو طی میکنم و با کمتر از 50 میلیون یه بیزینس میسازم، یه شرکت ثبت میکنم، سایتشو میزنم، ایجاد هویت میکنم، رو فروش و بازاریابیش کار میکنم و کاری میکنم که ماهی 200 میلیون، ماهی 100 میلیون تومان در بیاره. با کمتر از 100 میلیون کاری میکنم تو 1 سال از همین شرکت دقیق بهتون ثابت میکنم که ماهی 100 میلیون 200 میلیون تومان در میارم، بدون اینکه دفتر بگیرم، نیرو استخدام کنم، هزینه سنگینی بکنم. با کمتر از 50 میلیون 100 میلیون این کارو انجام میدم. و اگر الان انجامش ندید خیلی دیگه انجامش میدن. الان شما راحت میتونید پیش برید، هر چقدر داره میگذره کار شما سخت‌تر میشه. بپذیریم شرایط اقتصادی روز به روز داره بدتر میشه. خرید ماشین برای خیلی از افراد دیگه آرزو شده، خونه رو اصلا ولش کنید. باید یه جایی بهمون بر بخوره دیگه. طرف تو سخت‌ترین شرایطه ولی حاضر نیست به خودش سختی بده، یه ساعت زودتر بیدار شه، یه ساعت در روز فکر کنه که من چی کار بکنم. من اومدم مسیر رو بهتون دادم، نقشه گنج رو بهتون دادم. اگر اجرایش نکنید قطعاً کوتاهی از خودتونه. بعد رفتیم سراغ صادرات. صادرات رو به زبون ساده گفتم همون محصولی که اینجا انتخاب کردی و به خارج از کشور بفروشیش. صادرات یعنی چی؟ گام اول صادرات چی بود؟ نقشه ذهنی و بیزینس پلن بود. بعد اون میرفتیم سراغ چی؟ یه محصول انتخاب میکردیم و یک کشور، من میخوام عسل رو به فلان جا صادر کنم، زعفرون رو به فلان کشور صادر بکنم. میرفتیم زنجیره تامین کننده رو پیدا کنیم، بگیم آقا تامین با تو، تولید با تو، فروش با من، صادرات با من، همه حاضرن باهاتون همکاری کنن و این فرصتیه که الان تو ایران هست. قدم بعدی چی بود؟ ایجاد هویت میکردیم، سایت، کاتالوگ، بروشور، کارت ویزیت، همه اینا کمتر از 5 میلیون هزینه داره. میرفتیم سراغ بازاریابی و پیدا کردن مشتری. تو بحث صادرات بهتون گفتم بیش از 30 روش برای پیدا کردن مشتری خارجی داریم. همه سوالشون اینه من میخوام عسل دارم، تولید کننده زعفرونم، پسته دارم، فلان محصول دارم، میخوام صادراتش کنم، چطوری مشتری پیدا کنم؟ چند تا روش بازاریابی رو بهتون گفتم. شاید باورتون نشه این روش ها رو تجاری که 30 ساله دارن کار میکنن هنوز 5 روش بلدن تاش. من تو دوره جامعه 30 تا روش رو براتون آوردم. یعنی شما محصول رو بدی به من فقط با یک روش بازاریابی یه مشتری پیدا کنم توی یک کشور، بارم رو بستم. شما در نظر بگیرید من 30 تا روش بازاریابی تو دوره جامعه بهتون گفتم. به نظرتون میشه نتیجه نگیرید و نتونید مشتری خارجی پیدا کنید؟ امکانش صفره. این در مورد بازاریابی. بعد گفتیم آقا ما بازاریابی کردیم، مشتری رو پیدا کردیم، چطوری بهش قیمت بدیم؟ قیمت دهی و این کوترمز رو گفتم بهتون. رفتیم سراغ اسناد بازرگانی، نقل و انتقالات مالی و رفع تعهد. گفتیم آقا تحریم رو بذار کنار، خیلی راحت صرافی میتونیم نقل و انتقالات مالیمون رو انجام بدیم. بسته‌بندی و آماده سازی محصول، حمل و نقل و ترخیص هم گام آخر بود. گفتم حمل و نقل و ترخیص، حمل و نقل شرکت فورواردر، ترخیص شرکت‌های ترخیص‌کار یا حق العمل کارها. و اینو برون سپاری می‌کنیم، خیلی راحت پروسه صادراتمون رو طی می‌کنیم. بریم سراغ واردات. واردات عکس صادرات. ما نیاز بازار داخل رو بررسی می‌کنیم ببینیم به چه محصولی نیاز داریم. بررسی می‌کنیم نیاز بازار رو، یه محصول انتخاب می‌کنیم، میگیم من می‌خوام لوازم جانبی موبایل رو از چین بیارم. اول میرم بررسی شرایط قانونیشو میکنم، کتاب مقررات و قوانین صادرات، میرم خیلی راحت بررسی میکنم ببینم چه محدودیت‌هایی هست، مشکلی وجود داره یا نه. میام پرفورما و قرارداد. قدم بعدی شرایط قانونی رو که بررسی کردم میرم سراغ منبع یابی.
میام بررسی میکنم ببینم آقا این محصولی که من میخوام از کجا باید پیدا کنم، با یه سرچ، با یه بررسی و روشایی که بهتون تو دوره کامل، تو دوره جامع توضیح دادم، میام منبع یابی میکنیم، میریم سراغ استعلام قیمت، از مشتری درخواست قیمت میکنیم، به ما قیمت میده. این قیمت ها رو میاریم توی جدول بررسی میکنیم، میگیم آقا من از 5 تا تامین کننده قیمت گرفتم، این داره میگه اینقدر، این اینقدر، این اینقدر، کدوم یکی منطقی تره با توجه به شرایط، اونی که قیمتش مناسب تره، اعتبارش بالاتره، اون رو انتخاب میکنیم. میریم سراغ هزینه حمل و بیمه و بازرسی و اینا که خیلی راحت میتونید با چند تا تماس استعلام اینها رو بگیرید. قدم بعدی اون پرفورما و قرارداده. میریم سراغ قرارداد، به مشتری میگیم آقا پیش فاکتور بهمون بده. پیش فاکتور رو صادر میکنه، میریم سراغ قرارداد. بعد اون میریم چی؟ بعد از اینکه پیش فاکتور رو صادر کرد با پرفورما میریم برای ثبت سفارش و دریافت مجوزها. مجوزهای لازم برای واردات رو میگیریم، میریم تو سامانه برای تخصیص ارز، گرفتن ارز و پیش پرداخت برای مشتریمون. پیش پرداخت رو برای تامین کنندمون. پیش پرداخت رو تامین میکنیم، نظارت میکنیم رو پروسه، میتونیم از شرکت‌های بازرسی و بقیه استفاده کنیم. اسناد جابجا میشه، حمل و نقل بر اساس قاعده اینکوترمزمون یا با اونه یا با ماست که انجام میشه، ترخیصش با ترخیصکاره و جنس به دستمون میرسه. این کل فرایند واردات به همین راحتی. و اینم بهتون بگم شاید مسیر براتون سخت باشه، ولی کل این فرایند اصل واردات میشه ثبت سفارش. تو سامانه که شاید کمتر از 10 دقیقه کار داشته باشه. بقیه موارد خیلی راحت میتونید برون سپاری کنید با هزینه خیلی پایین. این در مورد مسیر پیشروی ما تو بحث واردات بود که خیلی خلاصه بهتون گفتم. ولی مسئله اینه صادرات بهتره یا واردات؟ ببینید سوال اگه 2 سال قبل 3 سال قبل از من میپرسیدیم میگفتم واردات. چرا؟ چون نرخ ارز و دولت دستوری پایین نگه می‌داشت، توان خرید مردم بالا، سختگیری تو بحث واردات وجود نداشت، جنس با کیفیت رو میآوردم اینجا میفروختم. ولی از سال 98 به بعد قیمت ارز بالا رفته، دولت داره حمایت میکنه از صادرات، هر روز داره قیمت ارز میره بالاتر و قیمت دلاری محصولات تو ایران به شدت پایینه. یعنی کاشی سرامیک شما اینجا میخری متری $3، تو آفریقای جنوبی میفروشی متری $14، $15، $16. چند برابر دارید سود میکنید؟ از طرفی ما داریم ارزآوری میکنیم برای کشورمون که تنها راه نجات کشور ما تو این شرایط اینه که ما درآمد دلاری داشته باشیم، ارز وارد کشورمون بشه. من داشتم صحبت میکردم با مشتری، مجابش کردم که یه مقدار شما هم جلوتر برید این کارها رو میتونید بکنید. مجابش کردم که همون جنسی که من دارم تامین میکنم و بیام اینجا برای شرکت بزنم، زمین از شرکت شرکای صنعتی بگیرم، خط تولیدش خودم شرکتم از اروپا بیاره براش، همه کاراش انجام بدم که من دقیقاً 3 ماه درگیر مذاکرات این فراینده. چطوری قانعش کردم؟ گفتم آقا شما هزینه یه نیرو چقدره؟ گفت 1500 تا 2000 تا. کفش 1500 تاست. گفتم میدونی با $1500 تو ایران 7 تا کارمند 7 تا نیرو میتونی استخدام کنی. این فرصت اگر ازش استفاده کنید بارتون رو بستید. و زمانی که این فرصت های توی ایران رو دید مجاب شده که این فرآیند انجام بدیم. قراردادهای اولیه رو کاراش انجام دادیم و احتمالاً تا 1 سال دیگه استارت میزنیم احداث یک کارخونه تو ایران که همینجا تولید کنیم و مستقیم فروشش رو انجام بدیم. این از این. بریم سراغ موضوع بعدمون. اینا رو گفتم که به کجا برسم؟ به این که از این فرصتی که وجود داره استفاده کنید. یه زمان ببین 99% آدم‌های سمتن، این زیر خط فقرن، 1% 2% بالان. هر زمان یه چیزی فرصته. یه زمان کشاورزی فرصت بود، یه سری اومدن استفاده کردن شدن جز اون قشر برتر. یه زمان اومد عصر صنعتی شدن، اومدن سمت صنعت، زندگیشون رو عوض کردن. چند سال قبل ما فرصتی داشتیم تحت عنوان ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی. چقدر تو اطرافیانمون کسایی رو داریم که زندگیشون رو عوض کردن با این موضوع؟ چقدر افرادی رو داریم که الان رفتن خارج از کشور و چند تا ماشین خریدن، هر روز یه روز این کشورن یه روز این کشورن؟ چه تعداد افرادی رو داریم؟ نزدیکترین دوست خودم صرفاً با همین موضوع 2 تا واحد خریده
که مجموع دو تا واحدش الان بالای 50 میلیارد تومان ارزش داره. چرا؟ چون از این فرصتی که وجود داشت تحت عنوان ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی استفاده کرد. الان همیشه یادتون باشه کسایی میتونن زندگیشون رو عوض کنن از این شرایط تکراری و خسته کننده بیان بیرون، بتونن راحت زندگی کنن که از فرصت‌ها جز اولین نفراتی باشن که از فرصت‌ها استفاده میکنن. صادرات تو الان ایران یه فرصت خیلی بزرگه. بی نهایت کارخونه و شرکت داریم که دارن تولید میکنن، توان خرید مردم اومده پایین، از این طرف قیمت دلار بالاست، دنبال صادراتن. شما فقط دانش صادرات اگه داشته باشید به هر کدوم از این کارخونه ها پیشنهاد بدید به تامین کننده تولید کننده، دنبالتون میدونن که شما براشون صادرات انجام بدید. پس از این فرصت استفاده کنید. اینا رو کسی داره میگه که خودش تو 3 سال اومده این مسیر رو، یه حاجی بازاری 30 سال 40 سال کار نیست. ادعا میکنم روی این موضوع جز معدود افرادی هم که تو 3 سال 4 سال اومدم از صفر اومدم بالا و همین الان هم هنوز سرمایه خودم تو کار تجارتم نمیارم و نتیجه خلق کردم. نمیخوام بیام اینجا از دستاوردهام بگم، خیلی از شما منو میشناسید، ولی از صفر اومدم از این فرصت استفاده کردم و اومدم بالا. فرصتی که برای همه شما هم هست. یعنی من اگه برگردم عقب دوباره همین مسیر رو بیام، 1000 نفر دیگه هم این مسیر رو بیان، بهتون قول میدم میتونن خیلی راحت زندگیشون رو عوض کنن. 2 سال آینده 3 سال آینده ما کسایی رو میبینیم که با سن پایین دارن پورش و BMW سوار میشن، دارن بهترین باغ رو دارن، بهترین خونه رو دارن، بهترین امکانات رو دارن با صادرات. چرا؟ چون درآمد دلاری الان یه فرصت. من تو این مسیر خیلی سختی کشیدم تا بیام بالا، چون اطلاعاتی نداشتم، خیلی از جاها نقص داشتم، هزینه دادم، بها دادم، ولی تونستم به جایی برسم که نمیدونم این حس براتون قابل ترسیمه یا نه، که با سود یه قراردادم بتونم برای تولد مادرم یه ماشین براش هدیه بخرم. این برای من خیلی ارزشمنده. چیزی که یک کارمند برای خریدش باید 5 سال کار کنه، تازه اگه ماهی 10 میلیون 20 میلیون حقوق بگیره و هیچ هزینه‌ای نداشته باشه 5 سال طول میکشه، ولی من با سود یه قراردادم این کار انجام میدم. این فرصتیه که الان تو ایران هم وجود داره. طرف چند صد میلیارد تومان سرمایه، کارخونه، خط تولید، ماشین‌آلات، دستگاه، تجهیزات، نیرو، مالیات، بیمه، این شد تولید. من میرم میشم فروش یه تنه با همین مسیری که بهتون گفتم و شاید باورتون نشه سود منی که دارم فروش کار میکنم شاید از اون تولید بیشتر باشه. و همه این اطلاعات و تجربیاتی که تو این 3 سال به دست آوردم، 4 سال به دست آوردم و اومدم در قالب یه دوره براتون آوردم. خیلی از اطلاعات رو اینجا بهتون دادم، ولی همه اینا رو در قالب یه دوره براتون آوردم. دوره جامعه بیزینس پلاس. مشابهش تو ایران نداریم، ادعا میکنم روی این موضوع، و نه خواهیم داشت، چون کسی این اطلاعات رو بهتون نمیده و نداره که بده. خیلی از افرادی که ما داریم میبینیم صرفا طرف صبح تا شب داره جواب دایرکتاشو میده، داره تولید محتوا میکنه، کاری که من اصلا فرصتشو ندارم. و خیلی سر این موضوع میگن چرا هیچ وقت نیستی، چون واقعا انقدر فرصت وجود داره که اصلا شما فرصت ندارید بخواید خودتون رو درگیر این موضوعات بکنید. من اومدم همه این تجربیات رو توی دوره براتون آوردم. بیش از 2 ساله که کلی مخاطب داشتیم و هیچ کدوم ما ثبت نام رو باز نکردیم. 1 بار ثبت نام و سال گذشته داشتیم و نهایتاً بعد از چند ماه دوباره قراره توی بازه‌ای ثبت نام رو باز بکنیم برای افرادی که علاقه‌مندن. اگر فقط هیجانی شدید که بیام یه آموزش ثبت نام کنم بذارید کنار، ثبت نام نکنید. اگر پای کارید قراره بشید جز اون 2000 نفر 2500 نفری که قراره دعوتشون کنم بیان از نتایجشون بگن، این دوره و این اطلاعات مناسب شماست. بهتون قول میدم تو هر شرایطی هستید، هر چقدر سرمایه دارید، هر محصولی دارید، هر حیطه‌ای دارید، این آموزش‌ها میتونه آینده و زندگیتون رو عوض کنه.
و خیلی راحت بگم سرفصل رو با هم یه بررسی بکنیم. اصول اولیه راه اندازی و رشد کسب و کار. تو بحث تجارت داخلی 0 تا 100 بهت گفتم اگه نجاری، اگر صنعت ساختمان کار میکنی، اگر فروشگاه داری، هر کاری داری طبق این مسیری که تو دوره بهت گفتم بری، من تضمین میدم درآمدتون رو میتونید 10 برابر بکنید. خیلی حرف ادعا کنی انقدر راحت، چون انجامش دادم. دوباره هم جلوی چش خودتون چالش میزنم، انجامش میدم تا ببینید کسی که داره این حرفو میگه خودش این مسیر رو رفته. تجارت خارجی 0 تا 100 و تو بحث تجارت داخلی 0 تا 100 رو بهتون گفتم که چه مسیری رو طی کنید، شرکت داری، حسابداری، مالیات، بیمه، تسهیلات، هر کدوم از این سرفصل‌ها رو شما بخواید الان دورش رو شرکت کنید باید 5 میلیون 10 میلیون هزینه کنید. همه اینها رو کامل براتون تو تجارت داخلی آوردن. اصول اولیه راه اندازی کسب و کار، اون نکات اصل بیزینسی که باعث میشه یه نفر نتیجه بگیره رو گفتم. تجارت خارجی 0 تا 100 صادرات و واردات عملی بهتون گفتم، هر کسی اجرایش کنه نتیجه میگیره و یک بار هم بیشتر ثبت نام نخواهید داشت. ارزش این آموزش ها بالای 100 میلیون تومانه. ولی من میخوام با قیمت خیلی پایین یک بار دیگه ثبت نام رو باز کنم و برای شمایی که توی میتینگ هستید یا بقیه‌ای که تحت عنوان دوره نقشه گنج دارن ویدیوها رو میبینن، یه بار دیگه ثبت نام رو توی بازه حداقل یک هفته دیگه اینو بازش کنیم که نهایت کسایی که تصمیمشون 100% قطعیه بتونن ثبت نام کنن.